گبری ردیف استاد عبدالله دوامی. گبر یک واژه جدید در فارسی جدید هست، در فارسی دری، به معنی زرتشتی. گبر که گور یا گاور هم گفته میشه، بعضی ها فکر میکردن که این از کافر اومده، واسه که درست نیست و برمیگرده به یک واژه‌ای که ریشش به معنی مرد هست و به زرتشتیان گفته میشه. بعدها به عنوان یک لغت توهین‌آمیز به غیر مسلمانان اطلاق شد و تمام کسانی که دینی غیر از اسلام دارند. گبری یا گبریانه که یه نسبت یا یانه نسبت به گبر هست، یا واژه گوری لهجه زرتشتیان ایران رو بهش میگن. شاردن در تاریخ خودش میاره که زرتشتیان رو در هند پارسی گوین و در ایران گبر یا گور. گبری از گوشه های مهم تعزیه در ایران به شمار میره که معمولاً کسی که نقش زینب کبرا رو بازی میکنه در این گوشه به اجرا میپردازه. از گوشه های مهم آواز ابوعطا هست، معمولاً بعد از حجاز قرار میگیره، در توالی گوشه های شمالی یا شمالی چهارباغ، گبری و رامکلی قرار گرفته. گاهی برخی اون رو در دشتی هم آوردن به واسطه حالت حرکتیش، میتونه در دشتی هم انگار اجرا بشه و همونطور که بیشتر هم گفته شد شروعش دقیقاً نسبت داره با همون تصنیف عارف قزوینی، تصنیف از خون جوانان وطن لاله دمیده که همچین حالتی داره. فقط این نوت متغیر ر رو درش نداره. وزیری میگه که گوشه گبری فاقد نوت متغیر هست از درجه 4 شور، یعنی حالا اگر بگیم شور سر از نوت 2 شروع میشه و شاهد در اون تغییری نمیکنه و نخستین ایستش درجه 1 گام، یعنی همون سل هست. بعد میره به سمت 5 گام یعنی نوت ر و بعد با تحریرهای ویژه‌ای برمیگرده به درجه 1 شور یعنی همون سل. گبری دارای حالتی است که بعضی گوشه های دیگر رو میتونیم با حالت اون بنوازیم. با عنوان نمونه مثلا در بعضی از ردیف ها زابل گبری داریم، مثلا در گوشه زابل 4 یا 3 ما اگر اون گردش ملودی که در گبری میبینیم رو اجرا کنیم، گبری زابل یا زابل گبری رو به وجود میاریم. این نظریه مربوط به استاد فرامرز پایبر هست. اشعار گبری بر وزن مفاعیلون مفاعیلون فعولون یا مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل که وزن 2 بیتی به شمار میره هست که هزج مسدس محذوفه. در این اجرا استاد عبدالله دوامی مصرع یا لخت 4 شعر حافظ رو در نظر نگرفتند که ای صوفی شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی، که در شیشه بماند اربعینی رو در نظر نگرفتن و جای اون یک لخت از شعر حاطف اصفهانی رو که به این شکل هست ای گم شده دل کجات جویم استفاده شده که این برمیگرده به کهنسالی استاد و اینکه شاید اون لحظه این مصرع فراموشش رو شده. دانگ‌هایی که در این قطعه استفاده شدن دانگ ر میکرون فا سل، دانگ شور هست، دانگ شور سل لا کرون سی بمول 2 و دانگ دشتی 2 ر می بمول فا. مایه نما سی بمول می بمول لا کرون، کوکتار 2 سل 2 سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیمینال کوب شده. فا سل 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 سفا ر ر دو ر می فا ر می رم ر دو دو ر دور دور سی سی دو سی سی لا 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 سول سی دو ر دور دور سی سی دو ر دور دور سی سی دو ر دور دور سی سی دو ر دو رم رد دور سی لاس لا سی دو 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 سی سی لا لاس لاس سی سی
سی لا سی دو ره دو سی لا سول لا سی لا سول لا سی دو سی لا سول سول. ابتدا بر وزن مفاعیل و مفاعیلون فعولون از نقطه سول شروع میکنیم. فا سول سول. این سول دومی کنده کاری داریم، کنده ریز هست، بعدی کمان ریز هست، کمان به عقب و بعد ریز اشاره به سمت لا. سول فا دوم میاد روی ره ره دو، یک میاد روی ره می اشاره به می و بعد به فا ره مفاعیلون ایلون مفاعیل. ببینیم که کاملا مشابه با خسرو شیرین هست. میرم رم دو دور تحریه عدل داریم که حالت نشیب دارن. یه بلا عقب‌تر ره دور دو سی سی، همه راست چپ تکریز. دو سی سی لا لاس، بازی بلا پایین تر. لا سول انگشت اول میره رو سی سی دو ره دور دو سی سی دو ره دور دو سی سی. تکرار میشه این تحریه عدل. دو ره دور دو سی سی. این همه مشابه خسرو شیرین هست. دو میاد انگشت اول دو ره دور رم رد دور، دوم میاد رو سی سی لاس. سول در سیم زرد میزنیم. باز لخت دومش به شکل دیگه ای تکرار میشه. لا سی دو سی سی لاس. چه خورده تحریر داریم. راست چپ راست لا سول. این یکی به سول اشاره داره. سی تحریر عدل. سی لاس لا سول سول. راست چپ ری سول اشاره به لا کرون هم داره. بعد میم از سی 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 دو ره. اینا میبینیم حالت ها شبیه به دشتیه. ره 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 دو سی ره. انگشت اول اومده رو دو دو ره می رم ره دو ره می ره ره دو. اینجا تحریر دشتی داریم که اجراش خیلی مهم هست. حالت اجرا چون ما راست چپ داریم، بعدش یه دونه ره این وسط میفته، حالتشو باید خیلی خوب درک کنیم. میره ره دو ره میرم ره دو ره میرم ره دو. اون آکسان بندیش انگشت اول میاد روی ره میر رد دوست. همینه دو یک دو یک میان عقب. یه پله عقب‌تر از سی سی دو ره دو سی دو ره دو سی. این هم باز تحریر دشتیه. انگشت اول میاد رو دو رد میرد سی لاس اشاره به سول میکنیم. لا سی دو سی سی لا تحریر عدل هست. انگشت اول میاد رو سی سی دو ره دو سی لاس و سول لاس سی لاس لا سول تحریر عدل هست. انگشت اول میاد رو لا سی دو سی لاس لا سول سول لا سول. شنیدم مهربی در سرزمینی همی گفتین معما باوری اینی خورا همی گفتین معما قریب. کی صوفی شرابانگه شود صاف. ای گم شده دل کجا
لا